تنبور رباب از زردالو تراشیده می شود. در جای ما با جای زردالو هم توت هست هم چهارمغز است که قیمتشان در دنیا به درجه اول هست. چوبی سخت است، برای این با پوتیشه سر می‌زنیم. این یک اسباب است که خیلی تیز دارد. این چهارمغز است. خب من یک تا پسر دارم و همون پسر من گفتم که باید ما این کار را سر کنیم. میگد که خیلی اونقدر برای من لازم نیست، وقتی در کار شود من این را میکنم. خیلی گفتم کاش که این بین چه خیلی صدا برآورده است که وای یعنی همون چوب هم که بوده اصل خودم میکوبد. من کم ترک هنری رسامی هم دارم. دستی افتادگان بگیر دستی افتادگان بگیر آفتابی تو ما چون ذره همه تو بزرگی و ما فقیر. ما کنده میگیریم میسو اول پیش سفته میکنیم کنده درخت توت مثل چهارمغز دیگر چیزا بلندتر آوازش یکی آوازش پستری ملایمتری بعد ریورش یعنی عکسی دوامناکیش دراز. پاگانینی اکنون کرابلوی که مثل یک عصر یک نیم عصر گشتگی از پایینش از درختی هم از چوبی همون سکریپک میتراشتگی. هم وقتا ممکن آدم بیخبر بودگی نمیدونسته که مثل درختی توت از سان اوسیو میانه میروید. طرف اون طرف تمام توت نیست. من تو تمام سینه سفته میکنیم. انا بعد مثل میبینیم درخت چی به طور میبود. رو با مایدگی میکنه. بعد ما قالیبی دنبره میگیریم. من رسمش کشیدیم. قطعی تیشه بعد اول پوستش تازه میکنیم. سال 1975 صیف پنجم میخوندم. یک جورم با همین دستش به تور بود من با رباب بود. نمیدونم از کودکی یا علم کشیدم چی خانم آمده پدرم گفتن که بابا تور هست من با نیست. بعد پدرم از همین رایون هیسور و آورده یک کنده آوردن بالکن هم خانه اتش همه جا باید تور ساختم من تماش کرده ایستاده بودم. از همون لحاظ من بیام شده ماندی من گفتم خودم کردم میبینم میشه. یعنی کاری که آدم میکنن آدم کردنش ممکن بود است. اینم یک گفتم که با زبان روسی خوبی برای این گپ ده. هر یک اسبابی که میسازید لذت میبرید تماشا کردن. اگر خودم میساختگی گیرم اگر مثلا رباب میسازم دنبره، ساز، تنبور. رباب آوازی جرنگی مثلا بلندش است. دوتار آوازی پاست. تنبور مثلا ناله های عجایبش است که مثلا تنی آدم میبرد. نیاکر رنگ فرزند آسسته همی یک کنده که بیزید آسسته که یک اسباب موسیقی میشه می نوازد مثل آدم ها اشتگی گوش میکنن حلوات میبرن مزه میکنن نیاز کنده بیزید میبینید طور که شد انامت حلوات بودن تماشا کنید درخت میشنونن که بعدی من مثل فرزند ها نبیره ها همین کار دام کنن درخت شنون میوه گیرد من اسبابای موسیقی هم میخوام مثلا مواد تعمیر کردنی میبیاد اسبابا درونش پوستش وقتی که علیش کردنی میشم درونش به نویسندگی همه استو 1928 1930 کدام استو ساختگی من تو حاضر آواز میته تو حاضر خلوت میبرد یعنی از ما هم یک چی میموند اصلا هم میموند
Yani aspobi toy padarım man neme dönüştüm ki as padaram yak sok kalan budas. Hazır nusu biz pancım sol sokta ki. Ben to hazır padaram nokta bade padaram ana hodum kudam aspobi nokta kaçtı. Cem baba çorbanı delfin güfteki cahas. Hamıcıma Kati yoru joro işte bile mebine ama zavzar yak kunde kuştu. Ben başka güftem dut teme biyorum güftem. Gel güftem. Asamın kunde ya robop soktu gözü khuni mama. Göke hamı sokta meraf. Aspor mıçkı nasıl olacak? Hem hesap koydu ki oştani mardım meran ama hezimde. Moba miso asama darakti pirtar behtar buldu. Piraşakım meder ki miso güftem ki miso harakin sol şumoriş. Aksi devamlık iş darolmuş. Sol şumuru şans. Çıkadaki pitar boşa da mutlu bir şey orta. Her yak izi hemen göki aksi ola. Anı misal ne duyuz kardaki in taraf tarafı canabi, in taraf tarafı şimoli. Joy ki khunuk zadaki şimoli joş tangmışır. Çarkaki bayana giremegan ince mayda, ince kamu. Akno, mo ine megeremo intraf avazı şirin namet ya. Tarafı canı baş avazı şirin ta. Belki vayaş kalon joy solçumuş joyş kalon kimi bir maaş bağmacı avaz vay davamlı keş darostar meşer intraf kalta. A vakt mo megeremo ine duyus mekune nim azınca. Göki name partörümü intrafan bat korme farmı. Canı şumo kunemegar tarafı canı baş avazı zulmeşer intraf Karib ki bekora. Avazı paxta bana vay şirin nemeti. Mo dumra fakat ani khilme bini. İkram malum nabut. Vakti khime monit. Ya molag namersat khalos. Ama yavrum olacak bende tamam. Prinsesa. Vakti ki hem çize mesut. Miso rasam kaşından mı girin? Miso mani teşe zorunul megim. Bari darunuşa koftan. Miso manami, o miso şumu zirna kunam. Miso manami tayyor şut miso. Ana davamaşımı vay mekunim. İskanazan mekunim. Hazır tamaşa mekunim. Tamaşa kadar hem de o sonak meto. Nafası adam begirer. Yakın bor aspobi soxtagi ma hem de şut ki. Na das cumonda metonistam az havas bisor ko kardam odagi. Bad injo hamı varam mekunat. Böyle ki az bir soru kokarına. Karib kuftam ki 2 hafta hem dasta cumonda nemetunistam. Bad o üstte o muhtaşından migret. Payoyu ki ateşem ondaki ama şu katemin iskadamı. Mihnan mekünüm bana ayak asbab tayyor meşat. Mardum bahram ibaret. Odam iki askı var askı var yaktı asbab. Miso tam mı oynuşun gördüğüm mekünat. Asbab ima asasan mehter میگویند.
این مهتر به زبان فهمی شما یعنی که کلان یا اینکه کلان یا سرور. چقدر اسبابایی که در دنیا هست اسبابای موسیقی نسبت همه اینها این آواز بلند دارد. بعد همه این آوازهای این شیرینی این آواز نداره، شیرینی اسباب نداره. این همسایه ها نباشن آواز همسایه ها بداد آمدگی. یگان وقتی نیست یگان ساعتی نیست که این همسایه ها آرام باشد. من خوابم که باشد من نواختن میگیرم. خصوصا راست این آهن برده علاوه بمان تا ما اینا سوراخ کردن گرم شود. انا همین طرفش علاوه ما همین چوب با همین درازیش باید به همین پرمه سوراخ کنیم. این اسباب خودش سراپا مغم است. اکنون نه سرور میگوییم مایو چون که در جاهای خرسندی می نوازند لیکن انسان به تمکین و به فکر فرو میبرد. غم از دل انسان میگیرد. من خودم همین قطر سال در میسازم مینوازم لیکن کوچه با گذاشته دیدم که یک دوشی نه آیا جامعه براد خیالم که پریده روام همونجا باباهای اجدادی ما مهتر نواز بودن. عشق مهتر نوازی من با کودکی بود. هنوز کودک بودم باباهای ما مهتر می نواختم وقت توی با نو چخلی که گفتم من در پهلوی بابیم رفتم میشتم گوش میکردم. همین درازی همین اسباب از 40 سانتی متر نه کم شود نه زیاد. خیلی کن یک چیز گویم مهترهای پیشتر 50 سانتی متر بود. برای اینکه آدمای پیشتر آدمای عظیم جثه بودن. آدمای کلان بودن. انگشتای ویا کلان بود. حاضر جوانای حاضره خودن جنسان میدن برای موافق هم جنساشون موافق هم دستاشون اسباب مینواز. رحمتی بابا نای ساخته بودن. همین رنگ خودم باری در حالت ساختن بودن گفتن تو کلان شاه هم مهتر من در تو میتیم. من با یار رباب کرده دادن. همین که دیگه در دل من عشق همین صنعت جا شد. من اپاجان سوراخم شد. ما دوری اینا حساب میکنیم که کنی چقدری که با ما معقول باشه. ما همین 9 میلیمتر میگیریم 9 سانتی متر میگیریم 90 میلیمتر. با واسطه همین قدم ما اینا دوره میکنیم. ما دوره کرده دهانی بهتره یافتیم. هوای خوب شد. بهار خوشی شدیم سال. بهار زیبا. در هممون پادشاه کمال تا کی در دستی تو اسیر در هممون پادشاه کمال تا کی در ما کاسه خانه تر کرده شدیم. این کاسه خانه باید که یک 2-3 سال باید قاق شدن با استادنش در که برای تا قاق شدن این هر طرف توپ خوردنش میکنه. اینجا ما اکنون زادروزی سالا می نویسوندم خانه با درون شکاف با جای تاریکی با بجا کرده میمونیم. وقتی که سالش که میبینیم نزدیک شد بعد دوام دادم میکنیم. انا چهارمغز اینا ستانا کده برده تیار کرده موندگی اگر از 4-5 سال زیاد شدگی این محقق ما هست که اینا با دست تیار کنه. دست میسو اولش ما میگیریم میسو تشه کده کنجاش تیار میکنیم. درخت چهارمغز هم سبکو هم سخت. گفتم که اگر همین آواز جوی بمونه هم دو تاشه. از بالاش ماشین گذارد که همین نمیشکند. ببینید من زدم شانه درخت ایستون بردوست. من همین ایزی درخت که سال شمارش این طرف رفتگی اگر از اینجا تیشه زنیم از این طرف همین درخت ایستون میرد و نابود میشه. برای نابود نشدن برعکس این طرف با ایستون زدن نکن. یعنی شانه درخت خانده تانستان در کار. دوامش رنده کردیم من میگیریم در روز کتگیش میشو این واسه گفتم که هم دو طور به طور میگاد هم رباب دنبرا
تور همه اسباب تور میبریم که این دراز کدام اسباب لازم شود از همونجاش میبریم دامش تار کردیم هوای خوش بهار خوش شد امسال بهار زیبا در استخوانم میشدیم لیکن با کاری هوای تازه در هوای تازه کار کردن با خوبتر آسانتر چوبای سخت اگر به تور نگیرید اگر و تیشه به نهایت دشوار کاری انا که کارهای تراشیدن کمتر از من اینا تیشه که هموار میکنم باقی ماندگین در دستگاه انا چلی که میبیند الکی نمود ظاهری نای تیار شد در آتش اینا آهن گرم کرده سوزاندن در کار که پتوی همون دارن چوب تازه شود تازه نشود اسباب آوازی صدای جرنگا سیز نمیاد بیرون تا با آخر باید همین سوخته گذرد من آموزشگاهی موسیقی ران لیلی نخواندم سال 76 تمام کردم وقتی موسیقیه یک سال در مکتب کار کردم یک سال در دام کلتور کار کردم بعد از اون در ساختمان رفتم استاد ساختمان شدم دیگه مهرم در همین ساختن و استادی رفت من در 60 سالگی عمرم گویا با رفته در فرهنگ کار به در آمدم استاد تعمیر اسباب‌های موسیقی یک هفته در آب میستد روغن چوب و ترکیب چوب بسیار دیر میبرد اینه که آب وای طبیعی در آب میبرد چوب همین یک هفته تر کنیدم با گیره یک ساعت قاق کنه یک ساعت قاق میشه همون روغن چوب میکفانه همین خیلی کفیده میرادم کجای خواهد اونجا میکفت بازی من باید اینو تیز در آب پرد کار این تمام این خیلی روایت شد که ساز موسیقی را باید ما از درخت زردالو بسازیم که زردالو در وقت گلکنی باشد و امون وقت اون را ببرند و وقتی که تراشیدند در اون پوست بکشند که پوست از کره باشد که در درونش بچه باشد امون وقت کشته پوستشان را بگیرند و طور درون مانند که از گوسفند باشد که در درون گوسفندم بچه باشد و اون وقت گفتن همه را ساختند و جور کردند و نواختند که ناله دیگری به دنیا آمد چوب از برای گلش ناله میکنه پوست از برای بچه تارم البته از برای بچهشون گریه دارن این چیزا را با نمیخیل راست میکنیم اینه نمیخیل نمود و ما همون جای چیزشونه تازه کرده راست میکنیم و دیگر تکنولوژی نو نیسته که ما درونشونه را گیریم این ما برای اکنون همه میتر میل در کار میل خورد یعنی که خردترین اسبابی که آواز زیاد میکند در همین میختر میتید طرز ساختنی این من همه میسی زرده میگیریم ما من اینجا در قالب گذاشته اینا بعد از اون ساختنی اینا سر میگن طرز ساختنی این همه خیلی است اینا هم تا قایم کردن در کار که
در یگان جا یگان سوراخی نماند. اگر سوراخی ماند آواز نمیبرد. انا میبینی انا همه خیلی طرز ساختنی می. خمیش است که این آواز میتید. نگاه کجا آواز میتید. همین آواز است. من این خیلی که میبینید این آواز ندارد. این اسباب هم آواز ندارد. نیست این با. این به فقط صدا میبرده که من همین آواز است. همین است. همین. من میگیریم کم ترک آبی گرم. من کمتر آبی گرم میشتیم. من همین قمیشه در آبی جوش، آبی گرم. یا لحظه که ایستاد من قمیش ملایم میشه. در کوهسارا میشه. این وقتی جمع‌آوری کردنش ماهای ینور، فیورال میشه. تا یک برف دو برف نزند قمیش نمیپزد. وقتی قمیش پخت اینا اگر همون حالتی که در بین 10 15 20 روز رفته اگر همین یافته نگیرید این خود باز میپزد تمام میشه. اما بسته هم میگیریم اینا بسته همه گریه ها جفیده و پیش برده هم نگیریم. من همین قمیش من تیار. من این قمیش تیار من بست. صدا چقدر عین بلند شد. اول بود من این حالت. انا که نگاه کنید که در وقتی میل بماندیم این چی آواز گرفت. الکی چند مسافه با میرد این آواز. با وقتی که اینا در نایماندیم با بلندتر میشه. من همین است محصولی کاری ما. سرخانه که تیار کرده بدیم برای قاق کردن درون جیبم باجا کردن موندیم. من قاقش امروز آوردم مثل 2011 هم سال شمارش نویسندگی بودم. قپک میگیم و همین چیز تیار میکنیم و درون هم یعنی یلیم کنیم میچسبانیم و دوام میکنیم. زیادتر یک برده پرتاب که میسو انا کو منایسته انا از ما میتونیم واسه جای آسان بهترین نشه میگیریم. منمیشه یکی دومره من قپقش آسان تیار نکنم. میخیشتم دیدم که جانم میرود ای ساربان آهسترم کارم جانم میرود. بعد اینجا ما سیم قپک میسازیم دو تا تار دارد. این البته با سفته میکنیم باریکتر میشه. اما مسئله دسته میسون دسته اگر ساز حساب کنید ما آدم دو نمود آوازش هست. یک نمودش میسو تنار آوازی باریک این باریتون آوازی قواس. وقتی که میسو هم طلبگار پیش ما میبیاد یک تا سازشی که خوند
آسمان میدونم که یا دراز یا کالته کردن برای من حاضر زیادتی اینا نمیبرم تو اون که همین آدمی که لازمه بیادو یک سردش خواند ما باید آسمان لحاظ فهمیدم در که بریتان است یا تنو ای نور خدا در نظر از روی تو ما را بگذار که در روی تو بینه وقتی که من در مسکو بودم من کنسرت لوژنیکا و برآمد کردیم و نتوانستم خودم داشتن و گفتم یک بار همین موسیقی را خاموش کن که من اکنون دیگر خیلی میشم. برای چی؟ گفتم این موسیقی خیلی وزنین است. این موسیقی اگر در تیتانیک صدا میداد ممکن تیتانیک غوطه نمیخورد میگه. همه خیلی حادثه هم بود. این هنرها همشون موندن و این روزا میگذرد. با فکرم آخرون اسباب میتراشم همینه. برای اینکه این یک آرزو بود. نوزیر من باید همه اون تاراشون من مونم. از جایی باید که گفتم که من یک تا بچه دارم. لیکن نمیدونم این تأثیر محیط باشد یا که یکون مهرش نباشد همون بچه ما چوای چنده برای نشان میدم چرا میفهمونم یکون ذوقی ندارد به همین کار. برای اینکه من در اون جای تولد شدم کلان شدم که من اون وقتا تلویزیونم در خوابم نمیبینم. همین خیلی وای کردگیم که ما باید از همون سنت اوله خود دور نرویم. برای این همین مهر داشتن در دل خیلی مشکل است. اگر نه ممکن این محیط ما را میبرد با کامپیوتر و با این و با وی و بعد ما میطلبیم که انا خانه با حشمت و ماشین های با دبدبه و این و وی و بعد اون مهر محبتی که هست در انسان وی از بین میرود. سازی که من راست میکنم همون چوب را من تا آخر یعنی همون مایده که چوبم وی استفاده میبرم. انا گوشکای یو خرک میگن یعنی چیز مونکن ای انا میزراب همشون از همین چوب خودشون هستند. این چوب از پوستش و همین خیلی روزه کردگیان تای پارو میمونم و را یک سال دو سال تای پارو میمونه برای که آبش میکشد و وقتی که اون میکشد دیگر وای یعنی خفته میشود. چوبم خفته میشد برای تراشیدنم آسان میشود. وای دیدیم بین چه خیلی رنگش اکنون آهسته اینا رنگ این سرخ شده بعد سیاه شدن میگیرد. حاضره برای تراشیدن خیلی تکنولوژی نو پیدا شدگی مثل در پیلرام میگن در اونجا میمونه. لیکن چیزی که پوتش است ولی چیز اصلی هست. موسیقی که عرفانی است از سما میبیاید از آسمان میبیاید. برای من گفتم که اون موسیقی رو که من در مسکو نواختم من خودم هم حس کردم که در خواب بودم گویا. خب میگه که طاقت در کار دارم این کار. اگر طاقت صبر نباشد این کار را به انجام رسوندن خیلی مشکل است. بزرگترین شجاعت میگه صبر هست. انا ما اکنون چیزا تیار کردیم ده دورها را جا به جا کردیم موندیم. اکنون اینا فقط فهمیدن در کار است که چهل اکنون جور آوازشان هست.
این عمر گذشت. عمر آدمی زاد گذشت. خیلی چیزایی که یعنی در دل انسان هست وقت جدا نمیشه برای وقت، برای او کمی میکنه. این از باباها باید بعد ما عصرها خدمت کنند. یعنی وقتی که اپای رو بیا تارو جور میشند و همون آواز به گوشش میرسد، دیگر آدم طاقت نمیکند، مجبوره که یگان عرض بگوید به پیش اختوالات. دانی که رباب ما چه ها می